هلو، بریم آموزش این افکت رو داشته باشیم. اول اینکه یه ویدیو ساده ماشین میخواین سلکت کنین ویدیوتون و قسمت ترک کامرا رو بزنید که ویدیوتون رو ترک کنه. اول بعد از که ویدیوتون ترک شد امکان داره که بعضی موقع ویدیوتون ترک نشه و ترک کامرا درست کار نکنه. اگه اونجوری نشه رو لایه کلید راست کنید، پری کامپوزش کنید. ترک ویدیو که تموم شد این قسمت چراغ ماشین رو سلکت کنید، یه حالت اینجوری بکشین که کل این نقطه‌ای که رو چراغ ماشین است رو بگیره. کلیدراست کنین، کلیت نالند کامرا رو بزن و بعد باید یه سالید اد بدید. میتونید کنترل وای بزنید یا اینکه از این بالا قسمت لیر قسمت سالید رو انتخاب کنید و حواستون باشه موقعی که سالید رو می‌خواید بسازید حتما باید رنگ ماشینتون باشه. از این قطع چکونه استفاده کنید و رنگ بدنه ماشین رو انتخاب کنید برای این قسمت و بعد اوکی بزنید. بعد لایه سالیدتون رو بندازین بالا و بعد سالیدتون رو وصل بکنین به نال آبجکتتون. بعد قسمت 3D سالیدتون رو بزنید بعد سالیدتون رو بزرگ کنید و دقیقاً بزنینش روی اون همون چراغ ماشین و حالا بعد یه ماسکش بکنید که اول چشش رو میبندین که ماسک کردن براتون راحت بشه. بعد ابزار پن رو انتخاب میکنید و یکم زوم میکنید و یه ماسک تمیز در میارین. می‌بینید که یکم رنگش فرق می‌کنه. مثلا رنگ سالید اشتباه انتخاب کردن، یه بار رو سالید اوکی می‌کنید، قسمت لایه سیتینگ سالید و رنگ مثلا نزدیک به چراغ رو انتخاب می‌کنین که رنگش شبیه‌تر باشه و بعد می‌رین از قسمت ماسک یکم بهش فدر میدین که یکم تمیزتر در بیاد. حالا بستگی به ویدیو خودتون، یکم حالا دستش هم زیاد می‌کنم که بهتر به نظر بیاد و یکم فدر کمتر. بعدش میرین تو قسمت افکت اند پریست. این افکت رو این بالا سرچ میکنه و این افکت رو روی لایه سالیدتون میندازید و میبینید که من اینو وقتی تغییر میدم این داره عوض میشه و حالا حالتش و انگل قضیه رو جوری تنظیم میکنیم که شبیه حالت چشمک زدن در بیاد. یکم بستگی به ویدیوتون بعد باش بازی کنید اما خیلی راحته. بعد انگلش رو یکم تنظیم میکنید یه حالت مثلا چشمک زدن بیاد و همین. یکم هم بهش فدر میدین که کار یکم زیباتر در بیاد و بعدش هم میرین سراغ انیمیت کردنش. مثلا من از این قسمت که میخوام انیمیتش کنم اینجا میذارم که مثلا 65 باشه. به اینجا که رسید حتی خودش برام یه انیمیت گذاشته که حالا شما میتونید تغییرش بدید هر جور که دوست دارین. اینجا که رسید بسته بشه و دوباره یه چند فریم میرم عقب‌تر و اینجا دوباره برسه به 65 و ویدیو حالا میدونیم چجوری در میاد. یکم خیلی دیر اتفاق میفته این کار، یکم کی فریم ها رو به هم یه نزدیک میکنیم. یکم سریعتر شده. میدونید ممکنه بعضی موقع کاراتون یکم مثلا شاید تمیز در نیاد، یکم مثلا این سفیدی دورش داشته باشه. اصلا مهم نیست، میتونید بیاین تو سطح ماس یکم پس این قضیه رو بیشتر کنید که دیگه مثلا اون قسمت سفیدی مانندش هم از این بره. بعد خیلی راحت اینجا ما یه دونه الان چشمک زدن داریم. یه دونه برای اینکه کار زیباتر در بیاد میتونید از ساوند افکت بلینک هم استفاده بکنید. من حالا اینجا یه دونه ساوند افکت بلینک دارم، اینو براتون میذارم که ببینید. بعد خیلی راحت میتونید از یوتیوب دانلود کنید، همین ساوند افکت بلینک رو سرچ کنید براتون میاد و میتونید راحت دانلود کنید. و اینجا دقیقاً میذارین ساوند افکت رو و کار ساوند افکت بلینک رو اینجا میذارین و تمام. و الان ماشینتون انگار چشمک می‌زنه و میتونید ازش تو ویدیوهاتون استفاده کنید و لذت ببرید. تا آموزشی دیگر